صبح بخیر بیننده ارجمند. میزبان امروزه نوید بامدادی در روز 9 دکبر من طاهر سفر هستم و در ابتدا نگاهی میاندازیم به وضع هوای امروز که چگونه می شود. هواسنجان تاجیک میگویند امروز در دوشنبه و ولایت‌های سوغد و ختلان هوا از 6 تا 17 درجه گرم می شود. در بعضی از منطقه ها باران می بارد. در شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت تا 1 درجه زیر صفر می رود و تا 1 درجه گرم می شود. به مردم توصیه دادند لباس گرم بپوشند چون احتمال برف هم می بارد. و شروع می کنیم از فیض آباد. روز شنبه در دهه کپگریز ناحیه 5 عضوی یک خانواده را دفن کردند که همه آنها در روسیه بر اثر یک صدمه نقلیاتی کشته شدند. صدبرگ میرزاعلی وی 58 ساله، نبیرهایش دارا سرخانزاده 22 ساله، یونسی 5 ساله، مهینه 29 ساله و عمرجانی 10 ساله صبح بر وقت 6 دکبر در یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند. ماشین آنها را یک جوان 18 ساله روس به سند رانندگی اداره می‌کرده است و هنگام حرکت به سمت مقابل برآمده به ماشین یاری تعجیلی برخورده است. راننده 18 ساله نیز کشته شده است. تنها یکی از نبیرگان دیگری مرحوم صدبرگ میرزای و ابوبکر 11 ساله زخم‌های گوناگون برداشته است و در شفاخانه معالجه می‌گیرد. گزارش از دهه کپگریز ناحیه فیض آباد را در وبسایت azadi.org میتوانید تماشا کنید و البته در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هم هست. 6 دکبر در شهر سنت پتربورگ در روسیه جلسه غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد که در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت کرد. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که سران دولت‌ها وضع کنونی و دورنامه همگرایی بین دولتی را در دایره اتحاد مورد بررسی قرار دادند و دایر به نقشه‌های کاری من بعده وابسته به تامین رشد اقتصادی، اجتماعی و تحکیم امنیت و ثبات در قلمرو کشورهای عضو تبادل افکار کردند. در جلسه غیر نوبتی سران دولت‌های اعضای اتحاد کشورهای مستقل همزمان دیگر مسائل مورد توجه از جمله مبارزه با ضد تروریسم، اکستریمیسم، جنایت‌های متشکل فراملی و گردش غیر قانونی مواد مخدر که به امنیت منطقه و جهان خطر جدی دارند بررسی شده است. در حاشیه این ملاقات جلسه‌های سازمان‌های منطقوی پیمان امنیتی دست جمعی یا خود سپد اتحاد اقتصادی اوراسیا هم دایر شده است. به قول مطبوعات روسیه یک ایده اختلاف نظر میان کشورها سبب شد که در نشست سنت پتربورگ مسئله انتخاب دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تأخیر افتاد. تابستان امسال 1.5 سال پیش از مهلت مقرر شده ارمنستان نماینده‌اش یوری خچاتوروف را که وظیفه دبیر کل این سازمان را بر عهده داشت بازخواند. فعلا والری سمیریکوی روس موقتا سرپرست مقام دبیر کلی سازمان است. خچاتوروف با کوشش به هم زدن ساخت کنستیتوسیونی ارمنستان در سال 2008 متهم می شود. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو گفت که نماینده کشور به کرسی دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی پیشبری می شود. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند. خبر دیگری ما هم از ارمنستان است. روبرت کوچران رئیس جمهوری سابق ارمنستان بعد از بی‌اعتبار شدن حکم رهایی او از بازداشت اختیاراً به اداره پلیس رفته است و خود را به دست مقامات تسلیم کرده است. در این باره هایک الومیان وکیل دفاع او خبر داد. از این پیشتر در روز 7 دکبر دادگاه بالایی در ارمنستان حکم درباره رها کردن روبرت کوچران از بازداشتگاه را بی‌اعتبار کرد و امر داد که او دیگر باره دستگیر شود. بازداشت دیگر باره رئیس جمهوری سابق 2 روز پیش از انتخابات پارلمانی در ارمنستان صورت می‌گیرد. روبرت کوچران را ماه ایول همین سال به سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 2008 متهم کردند و دستگیر کردند. در آن سال در نتیجه فرونشاندن تظاهرات مخالفین 8 تظاهرگر و 2 مأمور پلیس کشته شدند. روبرت کوچران را به آن متهم می‌کنند که برخلاف قانون به ارتش امر داده است به ضد تظاهرگران از نیرو استفاده کند. و برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیکستان واردات مال و محصولات از 4 کشور پساشوروی روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را از پرداخت باج گمرکی
آزاد کرده است. در خدمات گمرک تاجیکستان روز 7 دکبر به رادیو آزادی گفتند در این باره قرار حکومت تحت رقم 399 صادر شده است. شهری شریپووا، براکر گمرکی و کارمند شرکت ایستام 2015 روز 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان با 4 کشور دیگری پساشوروی روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان سازشنامه تجارت و یا سودای آزاد دارد، اما وارد کنندگان مال از این کشورها از ارزش علاوه شده آزاد نیستند و آن را پرداخت میکنند. شریپووا که به صاحبکاران در اجرای رسمیت گمرکی کمک میرساند گفت با آزاد شدن مال این کشورها از باج گمرکی ممکن است ارزش مال و محصولات آنها در تاجیکستان تا 5% ارزان شود. ساتیم عمروف اقتصاددان تاجیک به رادیو آزادی گفت این تصمیم برای وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا نیست، چون که دوشنبه 1 سال پیش واضح و روشن به مسکو گفت که در فرصت‌های نزدیک نیت وارد شدن به این سازمان را ندارد. به اندیشه اقتصادشناس تصمیم حکومت تاجیکستان دیگر نشده است. موافق آمار آژانس آماری تاجیکستان، روسیه با 903 میلیون دلار صادرات سالانه شریک رقم 1 تجارتی تاجیکستان است. هرچند محصولات چین از پرداخت باج گمرکی و یا NDS هم آزاد نیست، بنابر ارزان و رقابت پذیر بودن مال‌هایش در تاجیکستان خریدار زیاد دارد و 20% سودای خارجی تاجیکستان به چین راست می آید. قزاقستان با 18% سومین شریک تجارتی تاجیکستان به شمار می رود. نوید بامدادی روز یک شنبه را از رادیو آزادی تماشا می کنید و حالا خبری از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. وکیلان مجلس شهر دوشنبه بزرگتر کردن قلمرو پایتخت را بررسی میکنند که سال تا سال برای اهالی افزاینده آن تنگتر می شود. تغییر دادن سرحد شهر دوشنبه یکی از موضوعهای اجلاس 17 مجلس وکیلان مردمی شهر دوشنبه است که روز 18 دکبر برگزار می شود. قرار برگزاری جلسه را رستم امامعلی رئیس شهر روز 7 دکبر به امضا رسانیده است. در جلسه وکیلان مردمی از جمله تغییر دادن سرحد معمولی شهر دوشنبه را بررسی می‌کنند که به تدریج از حساب ناحیه‌های اطراف بزرگ می‌شود. یکی از افراد آگاه از موضوعهای جلسه از حکومت دوشنبه روز 8 دکبر به رادیو آزادی گفت در جلسه مسئله وسیع‌تر کردن قلمرو پایتخت از حساب دهات اطراف بررسی خواهد شد. اکثر دهات اطراف دوشنبه به ناحیه رودکی تعلق دارند و از جمله بازار عظیم کاروان در دوشنبه که اکثریت فکر می‌کنند متعلق به قلمرو پایتخت است. مساحت شهر دوشنبه بیشتر از 126,000 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد و تا 1 ایون همین سال شماره اهالی دوشنبه به 900,000 نفر می‌رسید، ولی به گفته متخصصان با نظر داشت افزایش بصورت اهالی و همچنان مهاجرت داخلی از نواحی اطراف و هم روستاهای دور به دوشنبه در پایتخت بیشتر از 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند. از نظر زیچی اهالی دوشنبه در تاجیکستان یکی از مقام‌های اول را می‌گیرد، چون در هر 1 کیلومتر مربع آن تقریباً 6400 نفر زندگی دارند. قلمرو دوشنبه بار اول نیست که از حساب ناحیه‌های اطراف بزرگتر می‌شود. از جمله در گذشته بخشی از ناحیه ورزاب را که در کنار دوشنبه است به پایتخت دادند. بعدی به مقام رئیس شهر دوشنبه رسیدن رستم امامعلی پسر رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2017 اجرای برنامه‌های بازسازی و آبادانی در شهر دوشنبه صورت گرفت. در ماه مارس امسال همچنین حکومت برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه تا سال 2025 را تصدیق کرد و وسیع‌تر کردن قلمرو پایتخت یکی از بخش‌های برنامه دانسته می‌شود. و در پایان برنامه رو میاریم به خبرهای ورزشی. بازی دوستانه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی یمن که میبایست روز یک شنبه 9 دکبر در شهر دوحه قطر برگزار شود دایر نمیگردد. در این باره در وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع این منبع سبب لغو بازی ناگهانی وضع شدن نقشه‌های آمادگی دسته منتخب یمن به مرحله نهایی جام آسیا 2019 میباشد. تیم ملی یمن که پیش از شرکت در این مسابقه قطعی در شهر دوحه دایر نمودن یکچند بازی دوستانه را به نقشه گرفته است، تا حال به پایتخت قطر نیامده است. جمع آمد تعلیمی و تمرینی تیم ملی تاجیکستان در دوحه تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان تاشف تا روز 10 دکبر ادامه می‌یابد. بعداً منتخب تاجیکستان 11 دکبر از دوحه به شهر مسقط سفر می‌کند و در آنجا روزهای 13 و 16 دکبر با تیم ملی عمان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. سفر فوتبال بازان تاجیک 20 دکبر در شهر منامه با بازی مقابل تیم بحرین به پایان می‌رسد. و
در همین جا نوید بامدادی روز 9 دکبر سال 2018 هم به پایان میرسد. من طاهر سفر با شما خداحافظی میکنم. روزی خوبی داشته باشید.